روسیه قانون نوی تقدیم شهروندیش را به خارجیات تصدیق کرد که موافق آن برای قبول شهروندی روسیه ضرورت به دست کشیدن از شهروندی قبلی باقی نمیماند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این باره امر صادر کرد. متن این قرار در پایگاه اطلاعاتی حقوقی حکومت روسیه نشر شد و بعد از 90 روز حکم عمل میگیرد. همکارم عبدالله اشورов این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام، طور میدانیم میان تاجیکستان و روسیه سازشنامه دوشهروندی عمل میکند و برای تاجیکان تا کنون ضرورت برای دست کشیدن از شهروندی نبود. اما امر پوتین بجز این برای آنهایی که شهروند روسیه شدنی‌اند یگان سبکی داده است؟ بله شهلا، موافق این امر مهلتی بررسی عریضه برای قبول شهروندی روسیه از 6 ماه قبلی تا به 3 ماه کوتاه کرده شد. همچنان من بعد آنهایی که شهروندی این کشور را به دست آوردنی هستند معلومات نامه درباره درآمد و یا گذاشتن امانت در بانک طلب کردن نمی شود. یک نوگانی دیگر این است که شهروندان شوروی سابق و یا کشورهای پس از شوروی من بعد برای گرفتن شهروندی روسیه 5 سال منتظر نمی شوند، طوری که حال از روی قانون چنین مهلت طلب کرده می شود. خب عبدالله، این قانون در حال قبول شد که این شب روز رای پرسی برای تغییرات به کنستیتوسیون روسیه جریان دارد. آیا می شود حدس زد که پوتین با این امرش می خواهد رای موسیبی زادگان آسیای میانه را جلب کند؟ احتمال چنین هم باشد شهلا، اما هدف اساسی روسیه زود افزایش دادن شماره اهالیش است. چون طور میدانیم از نگاه حدود روسیه کلانترین کشور دنیاست، ولی همگی 140 میلیون اهالی دارد که از لحاظ امنیتی برایش خوفناک است. شماره اهالی در پهنای منطقه سیبیر روز به روز کم می شود، در حالی که همسایه این منطقه روسیه چین با اهالی بیش از 1 میلیاردی است. همچنان با پذیرفتن شهروندان نو روسیه تلاش دارد کمبود نیروی کار را حل کند که یک مشکل اقتصادش به حساب می رود. اما عبدالله ببین، نرخ نفت به شدت پایان رفته است. کرونا ویروس اقتصاد روسیه را به بحران دچار کرد. آیا برای شهروندان نفت طور اشاره کردی خودت جای کار فراهم خواهد بود؟ واقعا شهلا، برای روسیه عین حال رکود اقتصادی و افزایش بیکاری یک چالش خیلی بزرگی است و قسمتی از اهالی روسیه هم از این امر پوتین شاد نیستند. اما ظاهرا این تصمیم‌های روسیه برای دراز مدت نگرانیده شدند، چون کرملین ادعا دارد که از سال آینده اقتصادش را به حالت رشد باز می‌گرداند. و ظاهرا ولادیمیر پوتین امید دارد که در نتیجه نظرخواهی عمومی تا سال 2036 در سر قدرت میماند. سپاس عبدالله برای صحبت. من یادآور میشوم که بر اساس آمارهای سالهای اخیر در مجموع بیش از 250,000 نفر صاحب مقام دوشهروندی تاجیکستان و روسیه می باشند.